توی این ویدیو میخوایم درباره دیوار چین یه حقایقی رو بگیم که توی همه کتاب‌ها نوشته نشده. پس اگه دوست دارید اینو بدونید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. طولانی ترین و بزرگترین سازه مهندسی از لحاظ زمان ساخت در جهانه. این دیوار در نقشه جغرافیایی چین تقریباً 2400 کیلومتره که 25000 برج نگهبانی داره. برو ببینیم که علت ساخت دیوار چین چیه. موقعیت جغرافیایی چین تو جنوب و شرق و غرب دارای موانع طبیعیه که از حمله دشمنان به دوره، ولی منطقه شمال چین آسیب پذیرترین منطقه این کشوره و به دلیل حملات پیاپی مغول‌ها که از شمال چین بود در زمان سلسله شانگ تصمیم گرفتن که دیواری رو بسازن و اکثر مردم شهر رو به شمال چین بردن تا این دیوارها رو درست کنن و در این بین هر کسی که میمرد هم جسد اونو میان دیوار قرار میدادن و بالاخره در دوره حکومت شی هوانگتی دیوار چین تکمیل شد. دقت کنید که در بعضی از کتاب‌ها نوشته شده که دیوار چین توسط شی هوانگتی ساخته شد، ولی این اشتباهه، چون دیوار چین توسط شی هوانگتی تکمیل شد و در زمان سلسله شانگ بود که استارت کار زده شد. بدون شک ساخت دیوار چین از بلند پروازانه ترین تصمیماتی بود که امپراتوری شی هوانگتی در طول حکومتش اون رو تکمیل کرد. او دستور داد که همه دیوارهای میان شهرها برداشته شود و فقط دیوارهای مرزی شمالی باقی بماند. و جالبه بدونید که این دیوار چین که میگیم 2400 کیلومتر طول داره از 9 استان کشور چین هم عبور کرده. همونطور که گفتم دیوار چین برای محافظت چین در مقابل مهاجمان مغول بود که تو شمال چین بودن، ولی هیچ کدوم از پادشاه‌ها با ساخت دیوار چین به هدف خود نرسیدن. چرا؟ چون در زمان ساخت دیوار چین جاهای زیادی شکست، یعنی بخش‌های زیادی از دیوار شکسته شد و وقتی که داشتن این دیوار رو تکمیل می‌کردن مغولان از این فرصت استفاده می‌کردن و به چین یورش می‌بردن و به خاطر همین دیوارهای شکسته می‌شد یا کسانی که داشتن دیوارها را می‌ساختن می‌مردن دیگه و به خاطر همین اونا نتونستن که این ایده رو عملی کنن، ولی بالاخره تونستن که دیوار چین رو بسازن که جزء عجایب هفتگانه هم هست. خب دیگه رسیدیم به پایان این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه این ویدیو دوست داشتید میتونید که کانال منو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید میتونید اینستاگرام منم حتما فالو کنید. میتونید از من حمایت